یکی از خونه تکونیایی که خیلی بهتون توصیه میکنم انجام بدین، خونه تکونی دلهامون هست. ببینید توی سالی که گذشته یه عالمه غم و غصه، ناراحتی، دلخوری ممکنه پیش اومده باشه از افراد مختلف، افرادی که الان هستن یا نیستن. ممکنه یه رهگذر خیابون بوده ولی منو دلخور کرده باشه و من ناراحت شده باشم. یکی از راهکارها برای خونه تکونی دلتون اینه که یه لیست از اتفاقات و ناراحتی هایی که تو سال گذشته در ارتباطات بین فردیتون داشتین بنویسید. اونایی که قابل بخشش هست رو ببخشید برای آرامش خودتون، برای حال دل خودتون. ولی یه سری دلخوری ها غیر قابل بخششن، قبول دارم، ناراحتین. اونهایی که غیر قابل بخششن رو رها کنید. مثل یک چتر نجات، مثل یک بالون تا کیسه های شن بیرون ریخته نشه سبک نمیشه که اوج بگیره و بالا بره. و کیسه های شن همون کینه ها، افکار منفی و دلخوری ها هست. برای آرامش خودتون اون کینه ها و ناراحتی ها رو رها کنید و اون افراد رو ببخشید. نیازی نیست اونا توی زندگی شما باشن یا نباشن. رهایی که اتفاق میفته شما رو سبک میکنه.